فصل هفتم. نفوذ کارفرمایان در جنبش کارگری. نمونه اصفهان. آشنایی با اصفهان. تردیدی نیست که بریتانیای کبیر و ایالات متحد در ایران برای استقرار رژیمی ضد کمونیستی و علاقمند به منافع ملی انگلیس و آمریکا با شاه و زمینداران و صاحبان مؤسسات بزرگ مالی و امرای ارتش و کارمندان عالی رتبه دولت متحد بود. این گروه‌های داخلی نیز با حکومت مشروطه سرسختانه مخالفت می‌کردند، زیرا هر دستاورد توده‌ها را به مثابه یکی از امتیازات از دست رفته خویش به شمار می‌آوردند و مشتاقانه چشم به راه بازگشت سلطنت خودکامه بودند. تا اینجا به نفوذ قدرت‌های بیگانه در جنبش کارگری ایران پرداخته ایم. این فصل که به شهر اصفهان یعنی مرکز استان اصفهان اختصاص دارد، روابط اتحادیه‌های کارگری و پشتیبانان داخلی وضع موجود را بررسی می‌کند. اصفهان که در مرکز ایران واقع است و در جنگ دوم جهانی به اشغال نیروهای بیگانه در نیامده بود، نمونه مناسبی برای چنین بررسی است. وانگهی صنعت نساجی این استان که در شهر اصفهان تمرکز یافته است، به مساعی جنگی متفقین کمک شایان توجهی نکرد. از این رو اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر نمی‌پنداشتند که فعالیت کارگری در اصفهان مانند فعالیت‌های کارگری در تبریز و آبادان تأثیر مستقیمی در منافع ملی آنان دارد. بنابراین دو قدرت مزبور در اصفهان به نسبت سایر نقاط کمتر مداخله می‌کردند. در اصفهان اساساً نیروهای داخلی با جنبش کارگری مخالفت می‌ورزیدند و البته کارفرمایان از پرشورترین این نیروها بودند. اصفهان پس از تهران مهمترین مرکز داد و ستد ایران محسوب می‌شد و مهمتر از آن این بود که 9 کارخانه از 21 کارخانه نساجی ایران در اصفهان قرار داشت که بزرگترین محل تمرکز کارخانه‌های نساجی کشور به شمار می‌آمد. این 9 کارخانه نزدیک به 10,000 کارگر در استخدام داشت. بیشترین کارگران یعنی 1870 در کارخانه ریسباف و کمترین آنان 500 در کارخانه نختاب کار می‌کردند. از 10,000 کارگر نساجی 74% مرد و 20% زن و 6% کودک بودند. عده کارگران بیسواد به نزدیک 18% می‌رسید. یکی از ناظران جمعیت اصفهان را که در سال 1324 به 194,000 نفر برآورد شده بود، صرفه‌جو و سخت‌کوش توصیف کرده است. اصفهانی‌ها مانند ساکنان سایر استان‌ها که خود را به نام استان یا شهر خویش معرفی می‌کنند، خود را نخست اصفهانی و سپس ایرانی می‌دانند. آنان مردمانی متجانس از اقوام ایرانی هستند، به زبان فارسی سخن می‌گویند، پیرو مذهب شیعه اند و از مردمان مذهبی‌تر ایران به شمار می‌آیند. البته اقلیتی کوچک ولی از حیث اقتصادی در خور توجه از ارامنه و یهودیان و بهائیان نیز در آنجا ساکن بودند. وضع محیط کار در کارخانه‌های نساجی اصفهان مشابه وضع محیط کار در کارخانه‌های هم‌اندازه آنها در سایر نقاط ایران بود. نیروی کارگری کارخانه کودکان بسیاری را در بر می‌گرفت که روزانه 12 ساعت کار می‌کردند. در سال 1323 برای 12 ساعت کار روزانه یک کارگر معمولی نساجی 40 ریال و یک کارگر ماهر نزدیک به 100 ریال دستمزد پرداخت می‌شد. به گفته چارلز گولت که در جنگ جهانی دوم کنسول انگلستان در اصفهان بود، استان اصفهان چندان پذیرای آموزه یا دکترین کمونیسم نبود. بخش عظیمی از کشاورزان اصفهانی که شمار آنان در سراسر استان به 500,000 نفر می رسید، برعکس کشاورزان آذربایجان که بیشترشان خوشنشین و مشتاق اصلاحات ارضی بودند، در زمین خود زراعت می کردند. پیشوران هم از زمینداران بزرگ که شمارشان به چند هزار می رسید و هم از بازرگانان عمده استقلال داشتند. اتحادیه‌های صنفی محلی نیز نیرومند بود و می توانست به ویژه در زمان انتخابات نفوذ قابل ملاحظه‌ای بر اعضای خود اعمال کند. همبستگی‌های مالی و خانوادگی رابطه تنگاتنگی میان صاحبان کارخانه‌های نساجی برقرار کرده بود. گولت
کنسول انگلستان آنان را تعدادی مردمان تماماً حقه‌باز، ضمناً ثروتمندترین بازرگانان بازار، بزرگترین کارخانه‌داران و بزرگترین زمینداران توصیف کرد. صاحبان کارخانه‌های نساجی اصفهان رابطه میان کارفرما و کارگر را مانند رابطه میان پادشاه خودکامه و رعیت می‌دانستند. تعیین دستمزد کارگران حق مطلق و اختصاصی کارفرما بود. اگر کارگران مبلغ بیشتری درخواست می‌کردند، کارفرما یا به آن وقعی نمی‌نهاد یا قول اضافه دستمزدی را می‌داد که هرگز پرداخت نمی‌شد. سپس اگر کارگران دست به اعتصاب زده یا دردسری برای کارفرما ایجاد می‌کردند، مقامات محلی فراخوانده می‌شدند تا با اعمال زور آنان را سر جایشان بنشانند. پس از استعفای اجباری رضاشاه در سال 1320 تا پیدایش دوباره خودکامگی در سال 1325، صاحبان کارخانه‌های نساجی دیگر نمی‌توانستند به مقامات محلی متکی باشند تا علیه کارگران ناسپاس خود متوسل به زور شوند. با آنکه صاحبان کارخانه‌های نساجی از پشتیبانی شاه جوان یعنی محمد رضا شاه پهلوی و پشتیبانی فرماندهان محلی پی در پی ارتش که منسوب شاه بودند بهره مند می‌شدند، استانداران وقت که منسوب نخست وزیر بودند از آنان حمایت کامل نمی‌کردند. بنابراین پیش از سال 1326 که هنوز شاه نخست وزیر و هیئت دولت را زیر سلطه خود نیاورده بود، کشمکش‌های زیادی میان استانداران و فرماندهان لشکر جریان داشت. در حالی که نگرش استانداران به اتحادیه‌های کارگری مطابق سیاست‌های متغیر نخست وزیر در تهران تغییر می‌کرد، فرماندهان ارتش با ثبات بیشتری خواهان اعمال زور در جانبداری از صاحبان کارخانه‌های نساجی در برابر هر گونه نارضایی خواه از سوی کمونیست‌ها یا غیر آن بودند. پشتیبانی ارتش از صاحبان کارخانه‌های نساجی از دربار سرچشمه می‌گرفت، زیرا آنان از دهه 1300 که هر 9 کارخانه نساجی تحت توجهات و سرپرستی رضاشاه تأسیس می‌شد، رابطه مستقیمی با دربار داشتند. هنگامی که میان فرمانده لشکر استان و استاندار ناسازگاری‌هایی بر سر طرز حل و فصل اختلافات کارگری پدید می‌آمد، استاندار کنسول انگلستان در اصفهان را متحد با نفوذی برای خویش می‌یافت. جنبش کارگری اصفهان در سالهای شکل‌گیری خود مورد علاقه و توجه کنسول انگلستان قرار داشت، زیرا چنان که خواهیم دید آشکارا مستقل‌ترین جنبش کارگری در ایران بود و به این دلیل برای منافع انگلستان هیچ گونه خطر آنی نداشت. جنبش مزبور به سبب استقلالش از حزب توده و همچنین از کارفرمایان و اداره کار دولت مرکزی بی‌نظیر بود. تا شهریور 1325 که وزارت کار و تبلیغات ایجاد گردید، اداره کار، وزارت پیشه و هنر و بازرگانی مسئولیت امور کارگری را بر عهده داشت. وزارت خارجه انگلستان در آنجا که منافع تجاری آن کشور مستقیما درگیر نبود، به اتحادیه‌های ضد کمونیست نظر مساعدی داشت و سرکوب بی‌تمیز و خشونت‌آمیز اتحادیه‌های کارگری را به مثابه ایجاد نارضایی می‌دانست که احتمال داشت محرکان انقلابی از آن بهره برداری کنند. بنابراین کنسول انگلستان طی سالهای 1321 تا 1323 که جنبش کارگری اصفهان مستقل از حزب توده و اتحادیه سراسری آن یعنی شورای مرکزی فعالیت می‌کرد، رهبران گوناگون این جنبش را یاری می‌داد. تشکیل نخستین اتحادیه مستقل ایران، استعفای اجباری رضاشاه و استقرار دوباره حکومت مشروطه وضعی ایجاد کرد که اتحادیه‌های کارگری توانستند تقریباً پس از 20 سال از نو تشکیل شوند. اتحادیه‌های کارگری اصفهان نخست در تابستان 1321 هنگامی که کارگران هر 9 کارخانه نساجی به اعتصاب مشترکی پیوستند در صحنه پدیدار شدند. صاحبان کارخانه‌های نساجی که نمی‌توانستند مقامات دولتی را وادارند تا با اعمال زور اعتصاب را سرکوب کنند، موافقتنامه جامعی را در حضور حسن علی نصر یا نصرالملک، استاندار بیطرف اصفهان امضا کردند.
مقررات موافقتنامه مزبور که در 16 شهریور 1321 به امضا رسید عبارت بود از کاهش ساعات کار روزانه از 10 ساعت به 8 ساعت، پرداخت اضافه دستمزد برای اضافه کار، تعیین 20% پرداخت پاداش برای شبکاری، حداقل دستمزد مردان 10 ریال، حداقل دستمزد زنان و کودکان پسر زیر 15 سال 4.5 ریال، حداقل دستمزد کودکان دختر 4 ریال، ارجاع اختلافات برای حل و فصل به اداره پیشه و هنر و بازرگانی استان، تعیین 2 دست لباس سالانه برای هر کارگر، یکی رایگان و دیگری به هزینه کارگر، بهبود وضع بهداشت و وسایل شستشو در کارخانه و تهیه وسایل تحصیل برای پسرانی که در کارخانه کار می‌کنند. کارگران برای جشن پیروزی خود تظاهرات گسترده‌ای در 28 مرداد 1321 در باغ به در کرانه زاینده‌رود برگزار کردند. در این تظاهرات عده‌ای به پشتیبانی از اعتصاب سخنرانی کردند که یکی از آنان تقی فداکار بود که در اصفهان به وکالت اشتغال داشت. در پایان تظاهرات اعلام گردید که به زودی یک اتحادیه صنعتی سراسری در اصفهان که هر 9 کارخانه نساجی را در بر می‌گیرد تشکیل خواهد شد. در اصل تقی فداکار بود که این تصمیم را به اجرا گذاشت و او بیش از هر شخص دیگری در تعیین هویت مستقل این اتحادیه مؤثر بود. در سال 1321 تقی فداکار 39 سال داشت و در عنفوان زندگی بود. وی در خانواده‌ای روحانی زاده شده بود و بدین جهت زیر نفوذ مذهب قرار داشت. پدر وی تحصیل کرده شهر مقدس نجف در عراق بود و سپس یکی از رهبران مذهبی اصفهان شد. تقی فداکار مانند شمار شگفت‌انگیزی از سایر رهبران کارگری ایران در ابتدای زندگی خیش پدر خود را از دست داد و از کودکی ناگزیر گردید که مستقل و تا حدودی عهدهدار هزینه زندگی خود شود. فداکار در جوانی به ایدئولوژی مارکس و انگلز گرایش پیدا کرد. در حدود سال 1300 آنگاه که در مدرسه علوم سیاسی تهران تحصیل می‌کرد با سلیمان میرزا اسکندری که بعد سلیمان محسن نامیده شد و سوسیالیست کارآزموده‌ای بود آشنا شد. فداکار مدت کوتاهی نیز در جنبش جنگل شرکت کرد که ضمن آن برادر بزرگتر وی جانش را از دست داد. در دوره سلطنت رضاشاه یعنی سال 1304 تا 1320 فداکار در زادگاه خود اصفهان زندگی می‌کرد. نخستین شغل وی در شرکت تجاری شوروی به نام شرکت پنبه شرق بود که در آنجا زبان روسی را آموخت. پس از آن به کار وکالت پرداخت و وکالت شماری از سران ایل بختیاری را عهدهدار شد. وی تا خلع رضاشاه به همین حرفه اشتغال داشت. فداکار خواهان اصلاحات اجتماعی و ناسیونالیست مؤمنی بود و بنابراین نمیشد او را کمونیست نامید. وی مورد احترام بسیاری از مردم حتی مخالفان خود بود که از او به عنوان رهبر اصیل جنبش کارگری خودانگیخته‌ای یاد کردند. کارگران از او پیروی می‌کردند زیرا به اصل خود وفادار مانده بود. فداکار همچنان گیوه به پا می‌کرد و دوچرخه سوار می‌شد، در حالی که همقطاران توده‌ای او در مجلس لباس‌های فاخر اروپایی در بر می‌کردند و اتومبیل‌های آخرین مدل سوار می‌شدند. از آنجا که فداکار در اصفهان زاده و بزرگ شده بود، کارگران او را خودی و رهبری می‌شناختند که مشکلات آنان را درک می‌کند. به علاوه رفتار فداکار که به شیوه شوخ اصفهانی از موضوعات اجتماعی سخن می‌گفت، با رفتار رهبر نوعی حزب توده که هنگام خطاب به طبقه کارگر در اصطلاحات سوسیالیسم علمی غرق می‌گشت، تضاد آشکاری داشت. فداکار از آغاز جنبش کارگری اصفهان رهبری آن را پذیرفت. پس از آن که صاحبان کارخانه‌های نساجی در شهریور 1321 موقتاً به خواسته‌های کارگران خود تسلیم شدند، فداکار با نمایندگان کارگران 9 کارخانه نساجی دیدار کرد. ماحصل این دیدار اعلامیه‌ای بود که در 18 آذر 1321 منتشر شد. بخشی از اعلامیه: چون در اثر اختلافات کارگران با کارفرمایان و نبودن قانون و مقررات در قسمت موجب اعتصاب کارگران و در نتیجه مفسدین مطالبه حق را به عبارت دیگر تعبیر می کنند یا کذا،
لذا برای حمایت از حق و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در تاریخ 15 آذر 1321 نمایندگان اتحادیه‌های کارگران متحداً تشکیل جلسه داده و اتحادیه‌ای به نام اتحادیه کارگران اصفهان تشکیل دادند. در این اعلامیه اتحادیه تازه بدون اینکه سرسپردگی در پیش گیرد هر گونه نیت انقلابی را به روشنی انکار کرد. اتحادیه کارگران اصفهان با تأکید بر حفظ نظم اجتماعی و همسازی با قوانین کشور خود را صادقانه در اردوگاه اصلاح طلبان قرار دادند. این اتحادیه روش سازمانی خویش را نیز از روش سازمانی اتحادیه‌هایی که زیر سلطه شورای مرکزی بود متمایز ساخت. گو این که شماری از رهبران اتحادیه کارگران اصفهان اعضای جناح تندرو حزب توده بودند. در تبریز و آبادان رهبر اتحادیه سراسری شهر که خود برگزیده حزب توده بود معمولاً رهبران اتحادیه را در سطح کارخانه برمی‌گزید. برعکس اتحادیه کارگران اصفهان از پایین به بالا رشد کرد. هر کارخانه یک نماینده و یک معاون نماینده برمی‌گزید. اتحادیه کارگران اصفهان را شورای 7 نفره‌ای مرکب از نمایندگان 7 کارخانه از 9 کارخانه بزرگ شهر اداره می‌کرد. اداره امور داخلی هر کارخانه را هیئت مدیره همان کارخانه بر عهده داشت که نیمی از اعضای آن کارگران تولیدی و باقی نماینده کارکنان دفتری بودند. حزب توده از آغاز با اتحادیه کارگران اصفهان همکاری کرده بود. به گفته شمس صدری که ابتدا با فداکار همکاری می‌کرد ولی بعد اتحادیه‌ای را که از پشتیبانی کارفرمایان برخوردار بود رهبری کرد، اعتصابات سال 1321 به تحریک علی شمیده یکی از بنیانگذاران حزب توده در اصفهان صورت گرفته بود. شمیده مهاجری از آذربایجان شوروی بود که در سال 1310 در بندر انزلی دستگیر و به اصفهان تبعید شده بود. در حالی که شمیده از به کار گرفتن اعتصاب به مثابه سلاحی برای واداشتن کارفرمایان به تسلیم سخت جانبداری می‌کرد، فداکار چندان تندروی نمی‌نمود. با آنکه فداکار اهل اصفهان و سخنوری عالی بود، شمیده در برابر رهبری او در اتحادیه قد علم کرد. برای رفع این اختلاف هر دو نفر با کمیته مرکزی حزب توده در تهران ملاقات کردند. با آنکه اکثریت اعضای کمیته مرکزی شمیده را ترجیح می‌دادند، نفوذ سلیمان محسن اسکندری که خود نیز اصلاح طلب دیگری بود، کمیته مرکزی را واداشت که موقعیت فداکار را در مقام رهبر اتحادیه کارگران اصفهان تایید کند. واکنش کارخانه‌داران در برابر اتحادیه کارگران اصفهان به هیچ وجه دوستانه نبود. در دی‌ماه 1321 یک ماه پس از تشکیل اتحادیه، کارگران کارخانه‌های گوناگون دست به اعتصاب عمده دیگری زدند. در رأس خواسته‌های کارگران اجرای موافقتنامه 16 شهریور 1321 قرار داشت که پیش از تشکیل اتحادیه کارگران اصفهان به تصویب نمایندگان آنان و کارفرمایان رسیده بود. کارخانه‌داران در روابط خود با اتحادیه شیوه پشت گوش انداختن را به کار می‌بستند. چارلز گولت، کنسول انگلستان که تیزبین‌تر از کارخانه‌داران بود، به آنان و به مصطفی قلی کمال هدایت یعنی استاندار تازه اعلام خطر کرد که کارگران نمی‌توانند تا ابد زیر ستم باشند. گولت از بی‌نظمی و اغتشاشی که در شمال ایران جریان داشت و از نقشی که محرکان حزب توده در آن بازی می‌کردند آگاه بود. می‌خواست کارفرمایان شکایت‌های مشروع کارگران را بپذیرند تا اصفهان از آشوب‌های مشابه مصون بماند. در حالی که اتحادیه کارگران اصفهان می‌کوشید کارخانه‌داران را وادارد تا مقررات موافقتنامه‌ای را که در شهریور سال پیش امضا کرده بودند اجرا کنند، مردم اصفهان در رنج و عذاب بی‌سابقه‌ای دست و پا می‌زدند. به گفته گولت، کمبود مواد غذایی و تورم پولی فوق‌العاده به سوء تغذیه گسترده میان توده‌ها انجامیده بود. این سوء تغذیه چندان موجب شیوع بیماری و مرگ شده بود که مردم اصفهان مانند آن را به یاد نداشتند. تیفوس نیز به حد همه‌گیری رسیده بود. در نتیجه تشویق گولت و ارزیابی او از وضع مزبور، کمال هدایت استاندار اصفهان به رئیس اداره پیشه و هنر استان دستور داد کارخانه‌داران را در جلسه گرد آورد
و از آنان بخواهد تا برای بهبود وضع ناگوار کارگران اقداماتی به عمل آورند. در 25 بهمن 1321 صاحبان کارخانه‌های نساجی موافقت کردند که به کلیه دستمزدها 10% بیفزایند. این امتیاز با توجه به تورم سه‌رقمی و سود چند صد درصد گزارش شده کارخانه‌ها بسیار ناچیز بود. موافقتنامه حاصله در 25 بهمن ماه با سرنوشتی مشابه سرنوشت موافقتنامه امضا شده در شهریور سال پیش روبرو گردید. کارخانه‌داران که در نهان از حمایت رئیس شهربانی اصفهان و رئیس اداره پیشه و هنر استان اطمینان یافته بودند و همچنان به دو موافقتنامه مذکور وقعی ننهادند و در عوض از خطر کمونیسم و نیاز به حکومت نظامی برای جلوگیری از آن سخن به میان آوردند. گولت که تعلل و پشت گوش اندازی کارخانه‌داران او را آشکارا نگران کرده بود، به دولت خود گزارش داد ممکن است این امر در نهایت خطرناک باشد، چرا که اکنون کارگران کم و بیش در اتحادیه‌ها متشکل شده‌اند و اگر با آنان زیاد بدرفتاری شود توان آن را دارند که اعتصابات خطیری به راه اندازند. کارخانه‌داران هنوز باور دارند که زور تنها سلاح است و باید از تشکیل سازمان و انتخاب نمایندگان کارگران خیش جلوگیری کنند. گولت ضمناً ظنین بود که کارخانه‌داران عمداً کارگران را تحریک به اعتصاب می‌کنند تا بتوانند آن را به عنوان دلیلی برای سرکوب خشونت‌آمیز جنبش اتحادیه‌های کارگری به کمال هدایت استاندار اصفهان ارائه دهند. کارخانه‌داران از آنجا که نتوانستند بر استاندار فایق آیند، خواست خود را با فرمانده تازه وارد ارتش یعنی سپهبد شاهبختی در میان نهادند و از او تقاضا کردند تا نفوذ اتحادیه را ریشه‌کن کند. گولت پس از آگاهی از این امر به کمال هدایت توصیه کرد مداخله در امور کشوری را تحمل نکند. وی در این امر از سیاست موقت دولت خیش مبنی بر تقویت نخست وزیر ایران و محدود کردن نفوذ شاه و ارتش پیروی می‌کرد. کارفرمایان پس از آن که نتوانستند استاندار و فرمانده ارتش یا کنسول انگلستان را متقاعد کنند، چشم امید به تهران دوختند. آنان انتقال استاندار را خواستار شدند و او را مرد خطرناکی که در اختیار حزب توده است توصیف کردند. ضمناً به فداکار و اتحادیه کارگران اصفهان سخت تاختند که با طرح خواسته‌های نامعقول آشوب برپا می‌کنند. فداکار در پاسخ پرسش‌های دولت درباره خواسته‌های اتحادیه کارگران اصفهان گفت که توقعات اتحادیه وی نامعقول بود. وی در توجیه مطالبه اضافه دستمزد از سوی کارگران یادآور شد کارخانه‌داران که طی سال گذشته قیمت فرآورده‌های خود را 5 تا 6 برابر افزوده‌اند، مایل نیستند که حق معاش کارگران خود را بپردازند و در عوض نیروی مالی خود را در راه توطئه علیه اتحادیه کارگری و ایجاد اغتشاش به کار گرفتند. علاوه بر این، فداکار کارفرمایان را متهم کرد که وجوهی در اختیار صاحب کارخانه نور گذاشتند تا با رشوه دادن به مقامات تهران در اصفهان حکومت نظامی برقرار کنند. دولت مرکزی در پاسخ به استدلال فداکار به هر دو طرف امتیازاتی اعطا کرد. در اواسط فروردین 1322 کمال هدایت استاندار اصفهان به تهران فراخوانده شد. در همان اوان وزارت پیشه و هنر دکتر ابوالقاسم شیخ را که معاون وزیر و متخصص کارگری طراز اول آن وزارتخانه بود به اصفهان اعزام داشت. در 7 اردیبهشت به کوشش دکتر شیخ و شاهرخ کفیل استاندار، کارخانه‌داران و اتحادیه کارگران اصفهان موافقتنامه تازه‌ای امضا کردند. در این موافقتنامه کارفرمایان قول دادند که روزانه 1.58 کیلو جیره نان به مردان کارگر، 340 گرم به زنان کارگر و به اندازه نصف جیره مردان به کارگران زیر 18 سال بدهند. هرچه زودتر ساختمان بیمارستانی که کارگران در آنجا به رایگان معالجه شوند به اتمام رسانند. سالانه 2 دست لباس و 2 پیراهن و لباس زیر به کارگران بدهند. حداقل دستمزد مردان 15 ریال، زنان 10 ریال و کودکان زیر 14 سال را 8 ریال تعیین کنند. برای مشاغل دشوار کارخانه 20% اضافه دستمزد بپردازند.
برای کارگران ناهارخوری درست کنند. از استخدام کودکان زیر 12 سال خودداری ورزند. ماهی یک بار از کارگران آزمایش پزشکی به عمل آورند و آنان که بیمارند به رایگان معالجه شوند. کارگران متعهد شدند که قواعد و مقررات جاری در کارخانه‌ها را رعایت کنند و از مداخله در امور مدیریت خودداری ورزند. علاوه بر این، کارگران توافق کردند که نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی مصوب 19 مرداد 1312 را نیز رعایت کنند که بر حسب آن می توانستند کارگران را به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه جریمه کنند. هیئت حل اختلافی مرکب از فرماندار شهر و نماینده‌ای از اداره دادگستری استان و رئیس اداره پیشه و هنر تشکیل شده بود که بررسی اختلافات و حل و فصل آنها را بر عهده داشت. تصمیمات هیئت مزبور نهایی بود و به این ترتیب از اعتصابات جلوگیری می‌شد. منصفانه میتوان گفت که اتحادیه در موافقت با شرایط مزبور به میزان امتیازات به دست آورده امتیازاتی داده بود. موافقتنامه 3 فروردین 1322 نشان از اوج محبوبیت فداکار در میان کارگران داشت. عضویت در اتحادیه از 1600 نفر در سال 1321 به 14500 نفر در فروردین 1322 افزایش یافته بود. فداکار با محدود کردن خویش به موضوعات اقتصادی و روگردانی از هر گونه خشونت توانسته بود کارخانه‌داران را وادارد که با خواسته های کارگران موافقت کنند. اما کارفرمایان این روابط تازه را که به مثابه دستاندازی به اختیارات خود می انگاشتند نپذیرفتند. مصطفی فاتح که خود اصفهانی و مدیر پخش شرکت نفت ایران و انگلیس بود برای تأسیس شعبه حزب همراهان در اصفهان وارد آن شهر شد و ورود وی مشوق نگرش سازش‌ناپذیر کارفرمایان گردید. با وجود این تلاش فاتح ثمری به بار نیاورد. شعبه محلی حزب همراهان که کارمند دیگری از شرکت نفت و ایران انگلیس در رأس آن قرار داشت در عضوگیری با شکست روبرو شد و این امر خود بر درک سیاسی کارگران گواهی میداد. از آنجا که کارخانه‌داران نتوانستند مقامات محلی را متقاعد کنند تا علیه اتحادیه کارگران اصفهان دست به خشونت زنند، یکی از آنان پس از مشورت با سایرین در صدد برآمد سپاهی از آن خود تشکیل دهد. در اوایل تیر ماه 1322 فضلالله دهش صاحب اصلی کارخانه نور که زمیندار عمده‌ای بود برای مرعوب کردن اتحادیه کارگران اصفهان شمار عظیمی از مردان یکی از روستاهای خویش را گرد آورد. این روستاییان را به طرز نامعقولی به عنوان اعضای نهضت ملی که از حزب توده به خشم آمده‌اند به میدان آوردند. در زد و خوردی که میان روستاییان و کارگران در گرفت چند نفر مجروح شدند. فداکار و عباس قلی دهش پسر فضلالله دهش نیز گلاویز گردیدند. اکنون نوبت فداکار بود که به تهران شکایت کند. وی تلگراف اعتراضی به علی سهیلی نخست وزیر فرستاد که کارفرمایان با تبانی مرتجعین زیر پوشش یک حزب سیاسی ساختگی به نام نهضت ملی به آزار کارگران می‌پردازند. نه تنها دسته‌های اوباش زیر لوای حزب به کارگران حمله ور می‌شوند، بلکه در داخل کارخانه‌ها نیز کارگران را برای پذیرفتن عضویت حزب مزبور به سطوح می‌آورند. فداکار اعلام خطر کرد که اگر دولت نتواند اعضای اتحادیه او را در برابر خشونت و یورش‌های پی در پی حراست کند، اتحادیه کارگران اصفهان برای حراست از خویش اقدامات ضروری به عمل خواهد آورد. چارلز گاولت در گزارشی به مقامات موفوق خود با اتحادیه کارگران ابراز همدردی نمود و بار دیگر کارخانه‌داران را متهم کرد که می‌کوشند شهروندان اصفهان را به این عنوان که کمونیسم در درگاه آنان است به وحشت اندازند. از نظر گاولت این ترس از واقعیت به دور بود. گزارش کنسول شاه و اصفهانی‌های ثروتمند را نیز متهم می‌کرد که حزب نهضت ملی را به مثابه وسیله‌ای برای مبارزه با نفوذ حزب توده به میدان آوردند. گاولت بار دیگر نفوذ خود را در سیاست محلی به معرض نمایش گذاشت و به فضلالله دهش و فرج الله بهرامی دبیر اعظم استاندار تازه وارد و فداکار توصیه کرد که از بروز چنین رویدادهایی در آینده پیشگیری کنند. استاندار موافقت نمود و در اواسط تیر ماه
دهش و فرزندش و دکتر احمدی رهبری محلی حزب نهضت ملی را از اصفهان اخراج کرد. فرج الله بهرامی مانند تمام استانداران پیشین که پس از 1320 به اصفهان آمده بود، از همدستی با کارخانه‌داران سر باز زد. وی از این هم فراتر رفت و کوشید تا آنان را به اجرای موافقتنامه‌های 16 شهریور و 25 بهمن 1321 و 7 اردیبهشت 1322 وادارد. به گفته امیر کیوان که در آن هنگام یکی از رهبران جوان کارگران در کارخانه نور بود، بهرامی استاندار اصفهان در اواسط تیر ماه کارخانه‌داران را به جلسه‌ای در منزل صارم‌الدوله یا همان اکبر مسعود که شاهزاده قاجار و یکی از سرشناسان اصفهان بود فراخواند. استاندار بهرامی برای اینکه مقدمات یورش به کارفرمایان را آماده سازد، دستور داد که تنها 2 صندلی در اتاق جلسه بگذارند، یکی برای خودش و یکی هم برای میزبان. وی به عنوان نخستین بخش اقدامات خیش اعلام کرد که 6 تن از کارخانه‌داران حاضر در جلسه بیدرنگ به بندرعباس تبعید می شوند. سپس به بقیه کارفرمایان توصیه کرد که بیدرنگ تمام دستمزدهای معوقه را به کارگران بپردازند و 30% به دستمزد آنان بیفزایند و نان رایگان در اختیارشان بگذارند. وی اعلام خطر کرد که هر کس از اجرای این دستور سر باز زند آنن تبعید خواهد شد. پانویس: صارم‌الدوله یا اکبر مسعود با نفوذترین شهروند اصفهان و دوست گولت کنسول انگلستان بود. امیر کیوان مدعی است که محل تبعید در نتیجه رشوه‌ای که کارخانه‌داران پرداختند به شهر خوش‌آب و هوای دماوند تغییر یافت. مصاحبه نگارنده با امیر کیوان، تهران، 2 و 3 تیر ماه 1357. ادامه متن. در پی این جلسه موافقتنامه‌ای در 19 تیر 1322 به امضا رسید که نشانه اوج قدرت اتحادیه کارگران اصفهان و نفوذ فداکار بود. این سند که حاوی عبارات غریبی بود، مسئولیتی غیر عادی برای حفظ نظم بر عهده فداکار می‌گذاشت. متن سند: آقای فداکار تعهد می‌کند که برای پیشگیری از بروز اختلاف آنچه در توان دارد انجام دهد. وی قول داد که خوب مراقب باشد تا از هر گونه اتلاف در امر تولید اجتناب شود. اگر دیده شود که یکی از کارگران در توطئه‌ای یا سازمانی به منظور ایجاد اغتشاش در کارخانه‌ها یا شهر دست دارد، آقای فداکار می‌تواند با ارائه دلیل و مدرک از کارخانه بخواهد که آن کارگر را اخراج کند و اگر کارگر مزبور مطلبی برای گفتن دارد، می‌تواند مطلب مزبور را به استاندار ارجاع کند و تصمیم او نهایی خواهد بود. تعجبی نداشت که بهرامی به سبب تلاش خیش در جهت ایجاد تعادل میان قدرت کارخانه‌داران و نیروی روزافزون اتحادیه کارگران اصفهان مورد بیمهری کارخانه‌داران واقع گردد. بار دیگر کارخانه‌داران کوشیدند تا استانداری را که از همکاری با آنان ابا دارد بیرون کنند و در همان هنگام برای یافتن کمک نظامی به تکاپو افتادند. سرلشکر قدر، فرمانده تازه وارد ارتش، به بهرامی گفت که شاه به او دستور داده است در اصفهان حکومت نظامی برقرار کند، ولی وی ترجیح می‌دهد در صورت امکان با استاندار همکاری کند. گولت تردیدی نداشت که کارخانه‌داران می‌کوشند فرماندار نظامی را جایگزین بهرامی کنند. پانویس: نشانه دیگر نفوذ کارخانه‌داران روی شاه در 15 دی ماه 1325 هنگامی آشکار گردید که گزارش شد شاه دستور اللهیار صالح وزیر کشور را برای برکناری استانداری که شورای متحده اصفهان نظر خوشی به او نداشت متوقف کرده است. متن اصلی: در اوایل مرداد که کارفرمایان در توطئه چینی برای فراخواندن بهرامی توفیق یافتند، گولت نفوذ خیش را به کار انداخت. با وساطت سفارت انگلستان دستور فراخواندن بهرامی لغو گردید و وی برای 12 ماه آینده در مقام خود باقی ماند. سازش ناپذیری کارخانه‌داران بیش از هر عامل دیگری کمک کرد تا سرانجام اعضای حزب توده بر اتحادیه کارگران اصفهان مسلط شوند و در پی آن اتحادیه‌های کارگری اصفهان سرکوب گردد.
حزب توده در اوایل فروردین 1322 که نخستین جلسه کمیته ایالتی حزب در اصفهان برگزار گردید، برای باز کردن جای پایی در اصفهان گام‌هایی برداشت. با آنکه فداکار به عضویت کمیته ایالتی حزب پذیرفته شد، مقام عالی‌تر یعنی ریاست کمیته ایالتی به محمود بغراتی سپرده شد. پانویس: سایر اعضا عبارت بودند از احمد کفعمی، نعمت الله بهرامپور، محمود بغراتی، حسن عصر طلایی، احمد کشاورز، عبدالحسن بزرگزاد، جورج قوستانیان، علی شمیده و صدری. ادامه متن. بغراتی که یکی از با تجربه ترین و معتمدترین اعضای حزب توده به شمار می آمد، در سالهای پیشین عضو گروه مارکسیست ارانی و یکی از اعضای بنیانگذار حزب توده بود که در سال 1323 به عضویت کمیته مرکزی حزب توده نایل آمد. وی همین که امور حزب را در اصفهان به دست گرفت، کوشید تا به کمک کارگرانی که عضو حزب توده بودند، نفوذ حزب را در اتحادیه کارگران اصفهان گسترش دهد. یکی از این کارگران نعمت الله بهرامپور بود که در الحاق اتحادیه کارگران اصفهان به حزب توده سهم بسزایی داشت. از روزی که بغراتی به مقام ریاست کمیته ایالتی اصفهان برگزیده شد تا مهر 1323 اتحادیه کارگران اصفهان با شورای مرکزی یعنی سازمان کارگری حزب توده ارتباط داشت ولی در آن ادغام نشده بود. فداکار در جلسه کمیته ایالتی حزب توده در اصفهان اتحادیه خیش را به عنوان حلقه آهنین به دور حزب توده ولی نه به مثابه یکی از ارکان آن توصیف کرد. شمس صدری مدعی است که طی مبارزات انتخاباتی مجلس 14 حزب توده بغراتی را که تندرو بود برای نامزد انتخاباتی حزب به فداکار ترجیح داد. با این همه گولت کنسول انگلستان با پشتیبانی از فداکار که میانه روتر بود، حزب توده را از مخالفت با وی منصرف کرد. در تیر ماه 1322 گولت از ایرج اسکندری که در مقام یکی از رهبران حزب توده از اصفهان دیدار می‌کرد، خواست تا با معرفی نامزد انتخاباتی توده‌ای در اصفهان با فداکار مخالفت نکند. وی استدلال کرد که در غیر این صورت نه حزب توده موفق خواهد شد و نه فداکار. استدلال گولت این بود که اصفهانی‌های ثروتمند از شخص فداکار بدشان نمی آید، حالان که از نامزد توده‌ای غیر اصفهانی بدشان خواهد آمد. حزب توده درستی استدلال گولت را پذیرفت و به حمایت از فداکار پرداخت که همچنان از پشتیبانی شدید اعضای اتحادیه کارگران اصفهان برخوردار بود. با همکاری گولت و بهرامی و صارم‌الدوله، رهبر اتحادیه کارگران اصفهان به نمایندگی مجلس 14 انتخاب شد. این سه تن همداستان بودند در اینکه انتخاب فداکار طبقه کارگر اصفهان را خوشنود خواهد کرد و مانع یورش حزب توده به آن شهر خواهد گشت. هنگامی که بهرامی در مقام استاندار از تهران به اصفهان بازگشت، انتخاب فداکار امری تضمین شده بود، زیرا استاندار به گولت اطلاع داد که پس از گفت و شنود با سفارت انگلستان و دولت روی یک فهرست رسمی از نامزدهای انتخاباتی توافق شده است. این اشخاص برای شهر اصفهان عبارتند از فداکار نماینده کارگران و دولت آبادی و امامی به ترتیب نمایندگان کارخانه‌ها و بازرگانان بازار. فداکار که از دودلی حزب نسبت به خود آگاه بود، در ائتلافی به حیدرعلی امامی و حسام الدین دولت آبادی پیوست. در واقع فهرست رسمی در انتخابات توفیق یافت. تقی فداکار با 30,499 رأی نماینده اول، 2 برابر تعداد آرایی که به دکتر مصدق نماینده اول تهران داده شده بود. حسام الدین دولت آبادی با 29,740 رأی نماینده دوم و حیدرعلی امامی با 28,730 رأی نماینده سوم شدند. پانویس: با آنکه شماری از بازرگانان و صنعتگران و زمینداران مخالف انتخاب فداکار بودند، گولت و صارم‌الدوله آنان را متقاعد کردند که از فداکار پشتیبانی کنند. ادامه متن. در 7 اسفند ماه 1322 روزی که فداکار رهسپار مجلس شد، مراسم مفصلی به مناسبت این رویداد برگزار گردید. کارخانه‌ها یک چند از کار باز ایستاد و ساعت 9 صبح سوت آنها به صدا درآمد. کارگران در دو طرف جاده‌ای که به دروازه تهران منتهی می‌شد صف کشیدند.
بسیاری از کارگران و 3 کارخانه‌دار یعنی محمد علی و محمد جعفر کازرونی و علی همدانیان در معیت او به روستاهای مورچه‌خورد و دلیجان رفتند و یکی از کارگران حتی در صدد برآمد که به نشانه قدردانی خویش از خدماتی که فداکار به اتحادیه کارگران اصفهان کرده است، یکی از فرزندان خود را در پای او قربانی کند. در حالی که کارگران از اینکه رهبر محبوبشان در شرف نمایندگی آنان در قوه قانونگذاری کشور است ذوق زده بودند. کارفرمایان نیز این رویداد را جشن گرفتند. آنان امید داشتند که در غیاب فداکار اقتدار مطلق خود را بر کارگران از نو برقرار کنند. فروپاشی اتحادیه کارگران اصفهان. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، ثابت شد که عزیمت فداکار به تهران بیش از هر عامل دیگری سبب نابودی اتحادیه کارگران اصفهان گردید. اتحادیه که از حضور بیواسطه و متحد سازنده فداکار محروم شده بود، به کشمکش داخلی گرفتار آمد. نتیجه این شد که دسته توده‌ای تندرو و اتحادیه کارگران اصفهان اتحادیه را قبضه کردند و اتحادیه جداگانه‌ای نیز به کمک کارفرمایان تشکیل شد تا به وسیله آن کارگران غیر توده‌ای را با نصیحت یا زور به ترک اتحادیه کارگران اصفهان وادارند. این انشعاب در اتحادیه کارگران اصفهان طی دوره درگیری رخ داد که در فصل 3 مورد بحث قرار گرفت. همین که پایان جنگ جهانی دوم نمایان گردید، گروه‌هایی که به خاطر حفظ جبهه واحدی علیه فاشیسم با اختلاف نظرهای یکدیگر مدارا می‌کردند، دست به کار از میان برداشتن همدیگر شدند. طرفداران ایدئولوژی‌های سیاسی در 2 قطب متضاد کمونیسم مبارز و محافظه‌کار سرکوبگر صف‌آرایی کردند. کارخانه‌داران غیبت فداکار را غنیمت شمردند و به کمک سایر اعیان شهر که شعبه‌های احزاب ضد کمونیست همراهان و وطن و نهضت ملی را در اصفهان تأسیس کرده بودند، یورش به اتحادیه کارگران اصفهان را آغاز کردند. این احزاب به عنوان تظاهرات ضد کمونیست‌ها که در واقع انبوه اوباش و آشوبگران گردآورده از بازار و روستاهای نزدیک بودند، بلوا به راه می‌انداختند و به کارخانه‌داران یاری می‌دادند. کارخانه‌داران می‌خواستند به کمک تظاهرات مزبور کارگران اعتصابی را مرعوب کنند و در شهر آشوبی برپا سازند که به استقرار حکومت نظامی بیانجامد. از این رو دست به تهدید زدند و اخطار کردند که از 7 فروردین 1323 درهای ورودی کارخانه‌ها را به روی کارگران خواهند بست مگر اینکه اتحادیه کارگران اصفهان با حزب توده قطع رابطه کند. این تهدید اتحادیه کارگران اصفهان را در وضع دشواری قرار داد. اگر اتحادیه تسلیم میشد، متحد نیرومندی را از دست میداد. اگر پایداری میکرد، احتمال داشت که بستن در کارخانه‌ها به روی کارگران منجر به بروز خشونت شود و اتحادیه کارگران اصفهان مقصر قلمداد گردد. با آنکه استاندار بیشتر کارخانه‌داران را از اجرای تهدید مزبور منصرف کرد، صاحب کارخانه نساجی شهرضا در اواسط فروردین اعلام کرد که در کارخانه خود را به روی کارگران بسته است. پانویس: مصطفی فاتح رهبر حزب همراهان بود. حزب وطن در دی 1323 شعبه اصفهان خود را گشود. گولت نگران بود که این حزب نیروی خود را در جهت ستم ورزیدن به طبقه کارگر به کار ببرد. متن اصلی: در نتیجه در 29 فروردین در کارخانه شهرضا و کارخانه ریسباف میان اعضای اتحادیه کارگران اصفهان که به بستن در کارخانه اعتراض داشتند و اعتصاب شکنانی که کارخانه‌داران گرد آورده بودند نزاعی در گرفت که 2 کشته و 30 مجروح به جای گذاشت. سرانجام با مداخله شهربانی و ارتش به فرماندهی سرلشکر قدر بلوا به پایان رسید. در این میان سازمان دایی جواد یعنی گروه ضد توده‌ای که یکی از بازرگانان متنفذ بازار در اصفهان به راه انداخته بود و از ثروتمندان شهر و کارخانه‌داران کمک مالی دریافت می‌کرد، همراه رهبران حزب وطن با کارخانه‌داران همدست بودند. اتحادیه کارگران اصفهان در واکنش به رویداد 29 فروردین اعلام اعتصاب کرد تا تحقیق درباره بلوا و اقدام بیدرنگ علیه محرکان آن را خواستار شود و ضمناً اخطار کرد که در غیر این صورت به استناد مقررات موافقتنامه 19 تیر ماه 1322
تمام کارگران وابسته به احزاب ارتجاعی را که در بلوای مزبور دست داشتند از کارخانه‌ها اخراج خواهد کرد. در همان هنگام کارخانه‌داران رهسپار تهران شدند و آنجا در توطئه چینی برای اخراج استاندار دیگری هم توفیق یافتند. 2 هفته نگذشت که رضا افشار جایگزین بهرامی شد. با ورود رضا افشار به اصفهان، کارخانه‌داران متحد دیگری یافتند. برای نخستین بار پس از 1320 استاندار و فرمانده ارتش درباره اتحادیه‌های کارگری هم فکری داشتند. افشار در فردای ورودش به اصفهان رهبران اتحادیه کارگران اصفهان را به دفتر خود فراخواند و آنان را تهدید کرد که اگر بیش از این موجب دردسر شوند تبعید خواهند شد. در 11 خرداد 1323 زد و خورد دیگری میان اعضای اتحادیه کارگران اصفهان و مخالفان آنان در کارخانه پشمباف به وقوع پیوست. 1 ماه پس از آن آشوب مشابهی در کارخانه رحیمزاده برپا شد. اتحادیه کارگران اصفهان کارفرمایان را متهم کرد که در کارخانه را به روی کارگران بستند و چاقوکشان مزدور را برای حمله به آنان روانه کردند. گزارشی از اداره خدمات استراتژیک ایالات متحد حقانیت شکایت‌های کارگران را تایید کرد و ادعای کارخانه‌داران را مبنی بر اینکه سازمان دهندگان اعتصاب از افراد آموزش یافته آموزشگاه‌های شوروی بودند که محرکان کارگری را آموزش می‌دهند باطل دانست. در همین هنگام فداکار نشان داد که حضورش در مجلس برای کارگران اصفهانی منافعی هم در بر دارد. وی ضمن سخنرانی در مجلس رضا افشار استاندار اصفهان را متهم کرد که به تقاضای صاحبان کارخانه‌های نساجی و به قصد نابودی اتحادیه کارگران اصفهان به آنجا اعزام شده است. پانویس: در اواخر فروردین کشاورز و لنکرانی کوشیدند وضع اصفهان را در مجلس مطرح کنند، ولی با رأی اکثریت از آن جلوگیری شد. متن اصلی: در نتیجه اعتراضات پی در پی فداکار که عضو فراکسیون پارلمانی حزب توده بود و سایر نمایندگان توده‌ای در مجلس، ساعد نخست وزیر ناگزیر گردید که رضا افشار را فراخواند و محمدعلی وارسته را که میانه روتر بود جانشین او کند. وارسته که مرد سیاستمداری بود در 22 تیر وارد اصفهان شد و از آن پس خشونت به طرز چشمگیری فرو نشست. بحران بعدی اتحادیه کارگران اصفهان نتیجه اقدامات کارفرمایان نبود و از درون رهبری اتحادیه پدید آمد. فداکار هنگامی که به قصد اشغال کرسی نمایندگی خود در مجلس 14 اصفهان را ترک می‌کرد، اداره امور اتحادیه کارگران اصفهان را به هیئت 7 نفره اتحادیه مرکب از احمد کفعمی، نعمت الله بهرامپور، حسن عمرانی، علی ایازی، کریم تیموری، حسن صرافیان و شمس صدری سپرده بود. عضویت در هیئت مزبور مانند ابتدای تأسیس آن عادلانه میان طرفداران حزب توده و مخالفان تسلط حزب بر اتحادیه به تساوی تقسیم شده بود. اعضای تندرو حزب توده یعنی نعمت الله بهرامپور و حسن عمرانی و کریم تیموری در راستای آموزه یا دکترین کمونیسم و برخلاف تمایل رهبران میانه روتر حزب اتحادیه را تابع حزب می‌خواستند و بخشی از وجوه اتحادیه را در اختیار حزب می‌گذاشتند. در ضمن 2 دسته مزبور اختلاف ایدئولوژیک هم درباره موضوع مالکیت خصوصی داشتند. ظرف چند ماه شمس صدری که کارمند کارخانه ریسباف بود با پشتیبانی کارفرمایان برهم زدن موازنه قدرتی را که فداکار برقرار کرده بود آغاز کرد. صدری و 2 تن دیگر از اعضای هیئت یعنی احمد کفعمی و علی ایازی موفق شدند حسن عمرانی را که یکی از طرفداران حزب توده بود اخراج کنند و یکی از طرفداران خود یعنی امیر کیوان را جایگزین او سازند و در هیئت مدیره اتحادیه کارگران اصفهان اکثریت را به دست آورند. صدری در دوره کوتاه استانداری رضا افشار شهرتی کسب کرد. هنگامی که افشار ابراز داشت در صدد انحلال اتحادیه کارگران اصفهان است، صدری چنان که در خاطراتش آمده است دوام اتحادیه را خواستار شد. کارگران را مایوس نکنید، تعمداً به دامان بیگانگان نیندازید، آنها را وطن فروش نکنید. این کارگران شاه دوست هستند، این کارگران وطنخواه هستند، جز نان و فرهنگ و بهداشت چیز دیگری نمیخواهند.
تقاضای صدری به کرسی نشست. صدری به سبب لحن چاپلوسانه تقاضایش طرف توجه کارخانه‌داران قرار گرفت. اینان پس از چندی وی را به مثابه نامزد مسلمی برای رهبری اتحادیه ضد توده‌ای دست پرورده خود در نظر گرفتند. صدری قصد داشت همبستگی میان اتحادیه کارگران اصفهان و حزب توده را بگسلد. به این منظور کوشید از اختلاف نظر میان فداکار و اعضای بیش از پیش تندرو حزب توده که اواسط مرداد 1323 به تدریج آشکار میشد بهره برداری کند. پانویس: در اردیبهشت ماه 1323 سفارت ایالات متحد گزارش داد که فداکار در مصاحبه‌ای مطرح کرده است که وی دیگر عضو حزب توده نیست. متن اصلی: بهرامپور که یکی از رهبران توده‌ای هیئت 7 نفره اتحادیه بود، همین که از نخستین کنگره حزب توده به اصفهان بازگشت، گزارشی در انتقاد از فعالیت‌های پیشین فداکار به گروهی از اعضای اتحادیه کارگران اصفهان تسلیم کرد. صدری که حملات بهرامپور به فداکار محبوب او را برآشفته بود، به تهران عزیمت کرد تا رهبر اتحادیه را متقاعد سازد که با حزب توده آشکارا قطع رابطه کند. فداکار از اجرای این پیشنهاد سر باز زد و به صدری گفت که قطع رابطه آشکار با حزب توده به زیان اتحادیه تمام خواهد شد. فداکار باور داشت که بدون متحدان نیرومند اتحادیه کارگران اصفهان طامع مخالفان کارگران خواهد گردید و از میان آنان وی نخست آنگلوساکسون‌ها را نام برد. استدلال فداکار این بود که آنان همین که موفق شوند اتحادیه را از حزب جدا کنند، آنگاه می توانند اتحادیه را با یک ضربه از میان بردارند. صدری پس از ناکامی در مأموریت خویش به اخراج رقیب اصلی توده‌ای خود یعنی نعمت‌الله بهرامپور همت گماشت. بهرامپور به سهولت شکست نمی‌خورد. در 4 مهر ماه 1323 وی بیانیه‌ای به نام کارگران کارخانه پشمباف در انتقاد از اعمال خودخواهانه سایر رهبران اتحادیه کارگران اصفهان منتشر کرد و انتخابات تازه در تمام کارخانه‌ها را خواستار گردید. در همان هنگام کارگران کارخانه پشمباف استقلال خود را از هیئت مدیره اتحادیه کارگران اصفهان اعلام داشتند و از بهرامپور دفاع کردند و پشتیبانی خود را از حزب توده آشکار نمودند. علاوه بر این، رهبران غیر توده‌ای اتحادیه کارگران اصفهانی را به تبانی با کارخانه‌داران و مرتجعین متهم کردند. اختلاف نظر میان اعضای هیئت مدیره اندک اندک به میان تمام اعضای اتحادیه کشیده میشد. در این هنگام فداکار نفوذ پیشین خیش را در میان کارگران اصفهان تا اندازه‌ای از دست داده بود. گروه صدری فداکار را به عنوان دوست حزب توده طرد کرد. بهرامپور و پشتیبانان تندرو حزب توده او را میانه‌رو سست اراده‌ای می‌شناختند. این نفوذ از دست رفته فداکار هنگامی آشکار شد که وی برای آشتی دادن صدری و بهرامپور در اوایل مهر 1323 به اصفهان بازگشت و کارگران از سخنرانی او در کارخانه پشمباف جلوگیری کردند. حزب توده به جای فداکار عبدالصمد کامبخش را که یکی از رهبران کارآزموده کمونیست و نماینده مجلس بود به اصفهان اعزام داشت. کامبخش پس از آن که کارگران وفادار به صدری او را نیز با فریاد از سکوی خطا پایین کشیدند، همراه فداکار به تهران بازگشت. سپس کمیته مرکزی حزب توده مأموریت حل اختلاف اصفهان را به دکتر مرتضی یزدی، نماینده دیگر حزب در مجلس واگذار کرد. یزدی پس از مشورت با دسته‌های مخالف در 15 مهر ماه جلسه مشترکی برگزار کرد که در آنجا طرفین اختلاف موافقتنامه‌ای را امضا کردند. موافقتنامه مزبور نشانه استیلای کامل حزب توده بر اتحادیه کارگران اصفهان و آغاز پایان دادن به نفوذ فداکار در جنبش کارگری اصفهان بود. این موافقتنامه اظهار می‌داشت که از این پس اتحادیه کارگران اصفهان که بخشی از شورای متحده مرکزی است، شورای متحده ایالتی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان اصفهان نامیده خواهد شد. در اردیبهشت شورای مرکزی برای تشکیل شورای متحده مرکزی با شماری از سایر اتحادیه‌های هوادار حزب توده متحد شده بود. به علاوه شورای متحده اصفهان به مثابه اتحادیه‌ای از شوراهای متحده مرکزی
و مانند تمامی سایر وابستگان آن دقیقاً از اقدامات سیاسی حزب توده پیروی خواهد کرد. صدری و متحدانش از آنجا که موافقتنامه 15 مهر را با اکراه امضا کرده بودند، همچنان کوشیدند تا اتحادیه زیر رهبری حزب توده را تضعیف کنند. از این رو در 4 دی ماه 1323 هیئت نمایندگی حزب توده مرکب از تقی فداکار و دکتر فریدون کشاورز و عبدالصمد کامبخش که همه نماینده مجلس بودند، برای پایان دادن به مخالفت صدری و نظارت بر انتخاب نمایندگان جدید برای هر کارخانه‌ای وارد اصفهان شد. پس از اینکه در بیشتر کارخانه‌ها نمایندگان ضد توده‌ای انتخاب شدند، هیئت مدیره شورای متحده اصفهان در 18 دی ماه 1323 استعفا داد تا راه را برای انتخابات تازه هموار سازد. صدری و متحدانش پس از استعفا از هیئت مدیره شورای متحده اصفهان اتحادیه‌ای را تشکیل دادند که زیر حمایت خود کارفرمایان قرار داشت. پانویس: به گفته وابسته کارگری انگلستان، صدری ماهانه 30,000 ریال از کارخانه‌داران دریافت می‌کرد تا از منافع آنان جانبداری کند. متن اصلی: گرایش ضد کمونیستی شدید اتحادیه مزبور به همان اندازه در برهم زدن جنبش کارگری مؤثر بود که دسته‌های اوباش و مزدور در گذشته در این کار اثر داشتند. این اتحادیه تازه که در دی ماه 1323 تشکیل شد، خود را اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان نامید و ادعا کرد که نماینده کارگران تمام کارخانه هاست. در 7 فروردین 1324 اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان نخستین بار در جامعه پدیدار شد. در حدود 1000 کارگر دست جمعی از کارخانه ها بیرون آمدند و به سوی دفتر مرکزی اتحادیه روان شدند که قرار بود در آنجا اساسنامه اتحادیه قرائت و تصویب شود. همین که صف راهپیمایان به خیابان چهارباغ رسید، شعارهای موافق و مخالف حزب توده و سپس پاره سنگ میان اعضای حزب توده از روی بام دفتر مرکزی حزب و اعضای اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان از خیابان مبادله گردید. سپس راهپیمایان به دفتر مرکزی حزب توده یورش بردند، خسارات قابل ملاحظه‌ای به ساختمان وارد آوردند، اساس آنجا را شکستند و 2 تن از رهبران حزب توده را مجروح کردند. راهپیمایان اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان برای اینکه سیمای غیر سیاسی خود را حفظ کنند و اتهام رادیو مسکو را مبنی بر داشتن تمایلات موافق انگلستان باطل جلوه دهند، به دفاتر خالی 3 حزب محافظه‌کار وطن و همراهان و مردم نیز حمله بردند و آنها را به کلی ویران کردند. اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان پس از انجام کارهای مقدماتی مذکور گردهمایی عمومی خود را برگزار کرد که در آنجا 52 ماده اساسنامه خوانده شد و با هلهله و کف زدن اعضا به تصویب رسید. در اوایل فروردین اداره خدمات استراتژیک ایالات متحد گزارش داد که اتحادیه صدری حزب توده و شورای متحده اصفهان را تحت شعاع قرار داده است. پانویس در مورد اساسنامه اتحادیه که قرائت شده بود: به گفته امیر کیوان در تاریخ شفاهی ایران، مواد اساسنامه را دکتر حسین فاطمی و رسا سردبیر پیشین قانون تهیه و تنظیم کرده بودند. متن اصلی: یکی از کارخانه‌داران به هندلی وابسته کارگری آمریکا اظهار داشت که کارخانه‌داران با تمام اتحادیه‌ها مخالفند و اتحادیه‌های ساخته و پرداخته کارفرمایان را به عنوان اینکه شرش کمتر است دست کم می‌توانند تحمل کنند. اغتشاش 7 فروردین نخستین رویداد از اغتشاشات مشابهی بود که در چند ماه بعد به وقوع پیوست. در 30 اردیبهشت 1324 دشمنان حزب توده محمود بغراتی رهبر حزب توده در اصفهان و شخصیت تراز شورای متحده اصفهان را کتک زدند. در اول خرداد نعمت الله بهرامپور پیشتازترین مبارز توده‌ای در میان رهبران کارگری اصفهان مورد حمله مخالفان حزب توده واقع گردید و مجروح شد. فردای آن بهرامپور و دوستانش از امیر کیوان معاون صدری که متهم بود در روز پیش حمله به بهرامپور را رهبری کرده است انتقام گرفتند. در بامداد 4 خرداد
حسن صرافیان که یکی از رهبران پیشین اتحادیه کارگران اصفهان و اخیراً یکی از رهبران اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان بود، در حالی که با 6 تن از همقطارانش در مقابل دفتر مرکز اتحادیه خود ایستاده بود، به قتل رسید. گولت کنسول انگلستان بهرامپور را به توطئه در این قتل و همچنین مشارکت در توطئه قتل 2 نماینده مجلس که از حامیان اتحادیه ضد توده‌ای بودند متهم کرد. پانویس: باختر امروز 6 خرداد 1324. آژیر ادعا کرد که کارفرمایان صرافیان را به قتل رساندند زیرا وی قصد داشت که فعالیت‌های پنهانی آنان را افشا کند. متن اصلی: تیرگی روابط بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی و چیرگی حزب توده بر اتحادیه کارگران اصفهان نظر گولت را درباره اتحادیه به کلی دگرگون کرد. از این پس وی نقش عمده‌ای در حمله به سازمان‌های حزب توده در اصفهان بر عهده گرفت. در خرداد 1324 وی گزارش داد اگر اتحادیه ضد حزب توده بتواند صفوف خود را فشرده کند و به رهبران خود اجازه دهد که فعالیت‌هایش را رهبری کنند، من فکر می‌کنم موفق خواهد شد، زیرا که موقعیت نیرومندی دارد. گولت در اشاره مستقیم‌تری به مشارکت خود در جنبش ضد حزب توده اظهار داشت چنین پیش آمده است که اتحادیه کارگران و پیشاوران و دهقانان اصفهان و آنان که منافعی دارند اکنون هر دو مخالف حزب توده‌اند، نه به سبب اشتراک منافع ایدئولوژیک، بلکه به سبب ترسی که هر دو از انقلاب دارند. اهانت حزب توده به مذهب هر دو را رنجانده است. هیچ یک سقوط ایران را زیر سلطه روس‌ها یا بلکه بتوان گفت نفوذ انگلیس‌ها آرزو نمی‌کند. یک هیئت مدیره پشت صحنه می‌تواند آن دو را اداره کند. با آنکه گولت دست اتحاد به کارخانه‌داران داده بود تا شورای متحده اصفهان را که زیر سلطه حزب توده بود شکست دهد، باور داشت که کارخانه‌داران هیچ گونه احساس مسئولیت یا وجدان اجتماعی ندارند و چنان که باید با فراست نیستند تا دریابند که در تلاش برای حفظ وضع موجود چه زیانی به خود وارد می‌آورند. گولت به وزارت امور خارجه انگلستان گفت که مسبب بیشتر ناآرامی‌های اصفهان کارفرمایان هستند. آنان همه چیز را بر حسب سود و زیان آنی خیش محاسبه می‌کردند و عادت کرده بودند که هرگاه با کارگران خود مشکلی دارند شهربانی را خبر کنند. نه تنها ثروتمندان و توانگران اصفهان و کنسول انگلستان به نفرت خشونت‌آمیز شمس صدری از حزب توده ارج می‌نهادند، بلکه تهران نیز آن را مورد توجه قرار داده بود. در اواخر تابستان 1324 که دولت هیئت نمایندگی کارگران را برای شرکت در کنفرانس دفتر بین‌المللی کار که در آبان ماه در پاریس برگزار می‌شد انتخاب می‌کرد، صدری و امیر کیوان جزو 4 نفری بودند که انتخاب شدند. در این کنفرانس صدری مدعی شد که اکنون اتحادیه او 153,000 عضو در سراسر ایران دارد، یعنی نزدیک به 30 برابر غلو کرد. در واپسین ماه‌های سال 1324 که محسن سعد نخست وزیر در بیشتر نقاط کشور به استقرار حکومت نظامی و اقدامات سرکوب دست زد، صدری و اتحادیه او در اصفهان نیروی مسلط شدند. پس از آن که احمد قوام در بهمن 1324 به نخست وزیری رسید، در دوره 6 ماهه سیاست آشتیجویانه با اتحاد جماهیر شوروی و حزب توده، شورای متحده اصفهان احیا شد و کوشید تا کنترل پیشین خود را بر اتحادیه‌های اصفهان باز یابد. در 6 فروردین 1325 گزارش داده شد که در میان دسته‌های کارگران موافق و مخالف حزب توده تا اندازه‌ای به علت تصمیم اخیر کارخانه‌داران مبنی بر اخراج 1000 کارگر به خاطر کمبود تقاضا برای فرآورده‌های کارخانه‌هایشان زد و خورد خیابانی در گرفت. در 27 فروردین بیش از 900 کارگر اخراجی در تلگرافخانه بست نشستند و شکایت‌های خود را با نماینده‌ای از نخست وزیری در میان نهادند و خواستار شدند که به کارفرمایان دستور داده شود برای آنان کار تهیه کنند. در فروردین، 1 ماه پس از پایان دوره 14 مجلس، فداکار برای میانجیگری اختلاف درباره بیکاری به اصفهان بازگشت. به نوشته روزنامه ظفر که یکی از روزنامه‌های حزب توده بود، هرگاه گروهی از کارگران برای خوشامدگویی به پیشباز وی آمدند، اوباش فرستاده کارفرمایان به آنان حمله ور شدند. از طرفی
فرمانده لشکر اصفهان فداکار را متهم کرد که همراه شمار عظیمی از آدمکشان قفقازی به اصفهان وارد شده است. گولت گزارش داد که در روز ورود فداکار 2000 تن از مبارزان شورای متحده اصفهان تمام کارخانه‌های اصفهان را به دست خود گرفتند و تا 6 ماه بعد آنها را زیر کنترل خود داشتند. نخست وزیر در واکنش به اعتراض کارفرمایان به حضور فداکار در اصفهان دستور بازگشت بیدرنگ وی را صادر کرد. فداکار پاسخ داد که کارگران از بازگشت وی به تهران جلوگیری می‌کنند و اصرار می‌ورزند که نخست وزیر کارخانه‌داران را به استخدام دوباره کارگران اخراجی وادارد. پانویس: پسر فداکار از زبان پدرش میگوید که حزب در بهار 1325 به فداکار دستور داد که همراه شماری از مهاجران قفقازی به اصفهان بازگردد تا برای یک قیام مسلحانه احتمالی به جمع‌آوری اسلحه بپردازد. قرار بود اگر دولت مرکزی در صدد حمله به آذربایجان برآید، اصفهان با قیام مسلحانه از فشار روی رژیم پیشه‌وری بکاهد. مصاحبه با ایرج فداکار. همچنین روزنامه ظفر به عنوان نشانه‌ای از پیدایش دوباره نفوذ حزب توده در اصفهان گزارش داد که در راهپیمایی روز اول ماه مه که طی آن عبدالصمد کامبخش و نورالدین کیانوری سخنرانی کردند 40,000 تن شرکت داشتند. مورد بعد: قوام در تهران با جنبش کارگری روشی آشتی‌جویانه تری در پیش می‌گرفت تا در شهرستان‌ها. متن اصلی: سرانجام چند روز بعد برومند فرستاده نخست وزیر و وابسته استاندار اصفهان و فداکار اختلاف را حل کردند. سپس فداکار به تهران بازگشت و چند هفته در آنجا ماند. تمام کارگران از بازگشت قدرت حزب توده به اصفهان سود بردند. مثلا نخست وزیر متقاعد شد اتمام حجتی خطاب به کارخانه‌داران صادر کند که اگر تا 2 اردیبهشت دستمزد معوقه کارگران پرداخت نشود، حکم بازداشت کارخانه‌داران صادر خواهد شد. 1 ماه بعد نخست وزیر به تمام اتحادیه‌های کارگری و افرادی که خود را اتحادیه کارگری مینامند اخطار کرد که از مداخله در امور دولت به دستاویز دفاع از حقوق کارگران خودداری کنند. وی در پایان اعلام کرد که تمام چنین عناصر اخلالگری که ممکن است مرتجعین در لباس کارگر باشند شدیداً مجازات خواهند شد. سفارت آمریکا گزارش داد که علت اصلی این اعلامیه هرج و مرج در اصفهان بود. در آنجا اتحادیه‌های توده‌ای کارخانه‌ها را به دست خود گرفته، کارگرانی را که از ابراز وفاداری به حزب توده امتناع می‌کردند اخراج کرده و به جای آنان کارگران پشتیبان خود را به کار گمارده و دست کارخانه‌داران را از کارخانه‌ها کوتاه کرده بود. پانویس: 1000 تن دیگر از اعضای حزب توده از جمله بهرامپور بازداشت شدند. متن اصلی: دوره کوتاه سلطه شورای متحده اصفهان در 16 شهریور 1325 هنگامی به سر آمد که مظفر فیروز وزیر کار و تبلیغات دولت ائتلافی قوام وارد اصفهان شد و حکومت نظامی اعلام داشت و دستور بازداشت فداکار را صادر کرد که در اوایل خرداد 1325 به اصفهان بازگشته بود. فداکار که از توطئه‌های فیروز آگاه گردیده بود به تهران گریخت، زیرا حزب توده در آنجا 3 وزیر در هیئت دولت داشت. فداکار در نامه‌ای به حزب توده 16 خطای رهبری از جمله حملات آن را به مذهب و موافقت آن با پیوستن به هیئت دولت قوام یادآور شد. فداکار تلگرام تسلیت خود را برای همقطاران حزبی خویش فرستاد و به آنان اخطار کرد که روباه پیر یا احمد قوام شما را فریب داده است. سپس از پشتیبانی فعال حزب خودداری ورزید و در تهران به کار وکالت پرداخت و در آنجا غالباً با اعضای ناراضی حزب توده ملاقات می‌کرد. اتحادیه کارگران اصفهان و پیشوران و دهقانان اصفهان به رهبری شمس صدری در فروردین 1325 هنگامی که قوام نخست وزیر فعالیت‌های سیاسی را آزاد ساخت و شورای متحده اصفهان کار خود را از سر گرفت، از فعالیت دست برداشت. پانویس: طبق گزارش صفحات 98 تا 104 این کتاب، ظرف 3 سال این 4مین بار است که کارگران اصفهان متحد خود را عوض می‌کنند، ولی از اقدامات کارفرمایان و شهربانی و ارتش و دستگیری و زندانی کردن کارگرانی که ابراز وابستگی می‌کردند سخنی به میان نیامد. متن اصلی: همین که در شهریور ماه حکومت نظامی در اصفهان برقرار گردید، صدها تن از اعضای شورای متحده اصفهان بازداشت شدند.
اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد. در آذر ماه تمام کارگران اصفهان، اعضای اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان که همچنان زیر حمایت کارفرمایان قرار داشت به شمار می آمدند. فروپاشی اتحادیه‌های زیر حمایت کارفرمایان. اتحادیه صدری یعنی اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان هنگامی که تشکیل میشد کمک کرد تا کارگران را از شورای متحده اصفهان دور کند. ولی پس از اینکه شورای متحده اصفهان با خشونت سرکوب گردید، مقامات محلی و کارخانه‌داران اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان اصفهان را مزاحم خود یافتند. در واقع اتحادیه صدری پس از آن که در اوایل زمستان 1325 به اتحادیه سازمان داده دولت یعنی اتحادیه سندیکاهای کارگران ایران که مشهور به اسکی بود پیوست، به گفته کنسول انگلستان حقیقتاً سگ پاسبان بسیار بیازاری به شمار می آمد. با این وصف کارخانه‌داران با ایجاد نفاق میان شمس صدری و معاون جاه طلبش امیر کیوان آن را بیازارتر ساختند و این امر سبب گردید امیر کیوان و پیروانش اتحادیه جداگانه‌ای تشکیل دهند. این اتحادیه تازه طی زمستان 1325 و بهار 1326 به صورت هسته مرکزی اتحادیه مرکزی کارگران و کشاورزان ایران مشهور به امکا درآمد. پیشامدهای مزبور کنسول انگلستان در اصفهان را بی اندازه خشمگین کرده بود. گزارش کنسول انگلستان: کارخانه‌داران گروهی یکسره خبیث و واقعا مسبب تمام این دردسرند، چرا که همواره علیه یکدیگرند و در میان خودشان و در میان کارگران خود دست‌اندرکار توطئه‌اند. مثلا 18 ماه پیش کارخانه‌داران به عنوان موازنه قوا در برابر توده یعنی شورای متحده اصفهان که در آن زمان نیرومند بود، در ایجاد اتحادیه کارگری ضد توده یعنی اتحادیه شمس صدری سهم بسزایی داشتند. سپس هنگامی که دیدند توده شکست خورد و اتحادیه‌ای که خودشان ساخته بودند بیش از آنچه خوشایند آنان است نیرومند می شود، دست به کار نابودی آن شدند. پایان گزارش. رقابت میان صدری و امیر کیوان به کنگره کارگری که در مهر 1326 برگزار گردید کشیده شد. در این هنگام دوره 15 مجلس که مملو از اعضای حزب دموکرات قوام بود کار خود را آغاز کرده بود. کارگران اصفهان دیگر نماینده‌ای در دستگاه قانونگذاری نداشتند. حزب توده سرکوب میشد. فداکار خود را از فعالیت سیاسی کنار کشیده بود. نمایندگان اصفهان به انحصار اعضای طبقه ممتاز یعنی حاج سید حبیب الله امین یا امین التجار و عزیزالله اعزاز نیکپی و صفا امامی در آمده بود. کارخانه‌داران برای اینکه موقعیت امیر کیوان را در اصفهان تضعیف کنند توسط نماینده خود در مجلس یعنی عزیزالله اعزاز نیکپی به رغم منتهای کوشش نفیسی معاون وزیر کار برای شرکت دادن هیئت نمایندگی امیر کیوان در کنگره کارگری موفق شدند از حضور امیر کیوان در کنگره جلوگیری به عمل آورند. نفیسی صدری را عنصر نامطلوبی در جنبش کارگری و خائنی به آرمان کارگران به شمار می آورد. اسکی به اتکای قدرت دولت از سال 1325 تا اوایل دهه 1330 بر صحنه کارگری اصفهان مسلط گردید. انتخابات نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها که در شهریور و مهر 1326 برگزار شد تقریباً به پیروزی کامل نامزدهای اسکی انجامید. در تنها کارخانه‌ای که انتظار می‌رفت یکی از رهبران شورای متحده اصفهان انتخاب شود، صاحب کارخانه خود نماینده آن کارخانه را برگزید. مقامات کشوری و لشکری اصفهان اصرار ورزیدند که شعبه محلی اتحادیه امکا به رهبری امیر کیوان باید در اسکی که تحت رهبری شمس صدری بود ادغام شود. کنسول انگلستان شمس صدری را دست نشانده دولت و کارفرمایان که چندان علاقه‌ای به اوضاع کارگران ندارند توصیف می‌کرد. با آنکه امیر کیوان با اکراه موافقت کرد که در جهت هدف محدود مبارزه با حزب توده و شورای متحده اصفهان با اسکی همکاری کند، مقامات شهر راضی نشدند و همواره امیر کیوان و همکارانش را به تبعید از اصفهان تهدید می‌کردند. علاوه بر این، پیروان امیر کیوان به انواع شیوه‌های تعقیب و آزار از جمله بازداشت گرفتار آمدند. امیر کیوان فاقد منابع مالی بود و موقعیت نامطمئن وزارت کار مانع از این بود که پشتیبان اصلی وی یعنی نفیسی بتواند با جدیت زیاد از او دفاع کند. با این همه
نفیسی تمایلی ابراز داشت که ببیند امکای امیرکیوان ماده اولیه‌ای شود که در آن اتحادیه کارگری راستینی پدید آید. پانویس: کارگران به ابتکار خود روش برداشت حق عضویت اتحادیه را از دستمزد کارگران در پیش گرفتند و 1% از دستمزد تمام کارگران کاستند. بنابراین پیروان امیرکیوان ناگزیر شدند مبلغی اضافی به اتحادیه خود بپردازند. متن اصلی: در اصفهان نیز مانند سایر شهرهای ایران اتحادیه‌های کارگری مستقل چندان نمی‌پایید. اتحادیه کارگران اصفهان را حزب توده قبضه کرد و این اقدام منجر به سرکوب آن گردید. تقی فداکار، یعنی تنها رهبر اتحادیه‌های کارگری که میشد او را مستقل به شمار آورد، مورد حمله هر دو جناح چپ و راست واقع شد و حزب توده در فروردین 1327 او را اخراج کرد. دولت مرکزی تا سال 1330 که دکتر محمد مصدق به نخست وزیری انتخاب شد، به فداکار اجازه نداد که به اصفهان بازگردد. هنگامی که امیرکیوان، کسی که میتوانست بهترین جانشین فداکار شود، پا در میان نهاد، نیروی مشترک کارخانه‌داران و ارتش و شاه مانع فعالیت او گردید. اینان به جای یک اتحادیه کارگری راستین، وزارت کار بیکفایتی را برای کارگران به ارمغان آوردند که به جای هر کاری نصایح و توصیه‌های پدرانه به کارگران ارائه می‌داد. چنانکه فتح‌الله معتمدی، رئیس اداره کار اصفهان، در سال 1326 اظهار داشت، کارگران دیگر علاقه صادقانه‌ای به اتحادیه‌های کارگری ندارند، زیرا می‌دانند که دولت در ایران بسیار نیرومند است و از آنان حراست خواهد کرد. یکی از روش‌هایی که انتظار می‌رفت دولت برای حراست از کارگران به کار بندد، این بود که حداقل دستمزد را معین کند. با آنکه در آبادان پس از اعتصاب عمومی تیر ماه 1325 حداقل دستمزد مبلغ 35 ریال معین گردیده بود، در این مورد برای کارگران اصفهان تا خرداد 1327 هیچ تصمیمی گرفته نشد. در این هنگام شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه را بر مبنای 8 ساعت کار در روز برای کارگران غیر ماهر در اصفهان 43 ریال تعیین کرد. با این همه دستمزد نقدی 29.5 ریال مقرر گردید. باقی مانده را پرداخت 1 ماه دستمزد اضافی در عید نوروز، توزیع 67 کیلوگرم نان در ماه، اعطای 2 دست لباس در سال جبران می‌کرد. مقررات پرداخت این حداقل دستمزد در سال 1328 یا تا آنجا که این نگارنده اطلاع دارد در هیچ زمانی پس از آن به اجرا در نیامد. در نتیجه، چنانکه کنسول انگلستان گزارش داد، میزان دستمزد اکثریت عظیم کارگران آنچنان پایین بود که کارگران ناگزیر بودند پس از 8 ساعت کار که قانون مقرر می داشت همواره اضافه کار کنند تا بتوانند دستمزدی که معاش آنان را تأمین کند به دست آورند. دستمزد نامکفی تنها مشکلی نبود که کارگران با آن روبرو بودند، گاهی اصلا دستمزدی پرداخت نمی‌شد. در خرداد 1327 سفارت انگلستان گزارش داد که پرداخت دستمزد 1300 کارگر کارخانه پشم‌باف 2 ماه عقب افتاده است و مدیرانی که گویا وجوه را اختلاس کرده‌اند به تهران گریخته‌اند. حتی رئیس اداره کار اصفهان، یعنی مقامی که به جای اتحادیه کارگری موظف بود پاسدار منافع کارگران باشد، به اختلاس وجوه تعاون کارگران و ساخت و پاخت با کارفرمایان متهم شده بود. وی تا رسیدگی به اتهامات از کار برکنار شد. چنین بود پایان غم‌انگیز جنبش کارگری که تقی فداکار سازمان داده بود. به اختصار میتوان گفت که کارگران اصفهان از 1320 تا 1323 فرصت بی‌نظیری به دست آوردند تا فارغ از مداخله خارجی یا سرکوب از سوی دولت مرکزی، اتحادیه کارگری مستقل خود را تأسیس کنند. یکی از خصایص مهم اتحادیه کارگران اصفهان آمادگی آن برای مذاکره بردبارانه و کنار آمدن با کارفرمایان و دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی اعضای خود بود. همچنان که کشور به سالهای درگیری قدم می‌نهاد و صفوف طرفداران و مخالفان شوروی مشخص می‌گردید، اصفهان نیز عرصه کشمکش شد. یکی از نخستین تلفات این کشمکش سازمان مستقل و میانه‌رو اتحادیه کارگران اصفهان بود که به 2 دسته افراطی منشعب گردید: شورای متحده اصفهان به رهبری کمونیست‌ها و اتحادیه‌ای که تحت حمایت کارفرمایان و وابسته به اسکی بود. همین که سالهای سرکوب فرا رسید، اصفهان یکی از نخستین شهرهایی بود که دچار حکومت نظامی شد و طی آن جنبش کارگری به سهولت ریشه‌کن گردید. تنها اتحادیه شمس صدری به جای ماند
تا صورت ظاهر جنبش اتحادیه کارگری را در اصفهان حفظ کند.